سلام به شما. امروز میخوایم یه نگاهی بندازیم به یه موضوع خیلی جالب، پروتومیکس. سلام. بله، موضوع واقعا مهمیه. شاید اسمش یکم سخت به نظر بیاد، ولی نگران نباشید. هدفمون اینه که خیلی ساده و خودمونی بفهمیم این پروتومیکس اصلاً چی هست و چه فایده‌ای داره. مخصوصاً برای شما که شاید خب پیش زمینه زیست شناسی هم نداشته باشید. دقیقاً. ببینید، همه ما احتمالاً در مورد ژن‌ها و دی ان ای یه چیزایی شنیدیم. بله، اون نقشه اصلی بدن. آها. ژن‌ها مثل یه دفترچه راهنمای خیلی بزرگ میمونن. پروتئومیکس میاد چیکار میکنه؟ میاد پروتئین‌ها رو مطالعه میکنه. پروتئین‌ها؟ بله. پروتئین‌ها اون مولکول‌هایی هستن که واقعاً کارهای اصلی رو توی سلول‌های بدن ما و شما انجام میدن. طبق همون دفترچه راهنما ساخته میشن. یعنی ژن‌ها دستور میدن، پروتئین‌ها اجرا میکنن. دقیقاً. میشه گفت ژن‌ها نقشه راهن، پروتئین‌ها ابزارها و کارگرایی هستن که اون دستورها رو توی بدن اجرا میکنن، از ساخت و ساز سلول گرفته تا جنگیدن با میکروب‌ها. چه تشبیه جالبی. پس امروز میخوایم ببینیم مطالعه این ابزارها و کارگرها چطور کمک میکنه ما بدن خودمون رو بهتر بشناسیم، یا وقتی مشکلی پیش میاد، مثلا بیماری، بفهمیم ایراد کار کجاست. همینطوره. خب، یکی از چیزای خیلی جالب توی منابعی که بررسی کردیم این بود که پروتومیکس دیگه فقط یه بحث تئوری توی آزمایشگاه نیست. انگار داره خیلی سریع وارد دنیای پزشکی واقعی میشه. این درسته؟ نه، کاملا درسته. الان پروتئومیکس نقش خیلی کلیدی توی علوم زیست پزشکی پیدا کرده. یکی از مهمترین کاربرداش چیزیه که بهش میگن نشانگر زیستی یا خب همون بایومارکر. بایومارکر یعنی چی دقیقاً؟ بایومارکرها مولکول‌هایی هستن که خیلی وقتا پروتئینن که وجودشون یا مثلا کم و زیاد شدنشون توی بدن شما میتونه یه جور آلارم باشه. آلارم برای چی؟ آلارم برای یه بیماری خاص. مثلا نشون بده یه بیماری خدای نکرده مثل سرطان داره شروع میشه. حتی گاهی خیلی قبل از اینکه شما اصلا علامتی حس کنید. وای، یعنی میتونه به تشخیص زودهنگام کمک کنه. این فوق‌العاده است. دقیقاً. تشخیص زودهنگام یکی از بزرگترین دستاوردهاشه. ولی فقط همین نیست. به ما کمک میکنه بفهمیم خود بیماری چجوری کار میکنه. مکانیزمش چیه؟ آها. و وقتی مکانیزم رو فهمیدیم میتونیم دنبال هدفهای جدید برای داروها بگردیم. داروهایی که دقیق تر عمل کنن. پس هم تشخیص، هم درک بهتر، هم درمان هدفمندتر. بله. البته خب چالش هم داره. نباید فکر کنیم کار ساده است. چه چالشی مثلا؟ ببینید، مطالعه پروتئین ها خیلی پیچیده تر از مطالعه ژن هاست. ژن ها تقریبا ثابتن، مثل همون دفترچه راهنما که گفتم. ولی پروتئین ها خیلی داینامیکن، خیلی پویا هستن. یعنی چی پویا هستن؟ یعنی دائما دارن تغییر میکنن، فعال میشن، غیر فعال میشن، با پروتئین های دیگه ترکیب میشن، شکلشون عوض میشه. مثل اینه که بخواین از یه شهر خیلی شلوغ نه فقط نقششو داشته باشین، بلکه تمام فعالیت‌های لحظه به لحظه آدم‌ها و ماشین‌ها رو زیر نظر بگیرین و تحلیل کنین. خیلی پیچیده است. درسته. قابل درک این پیچیدگی. اما خب تکنولوژی هم حتما داره کمک میکنه دیگه. دیدم که به پیشرفت‌های فنی و حتی استفاده از سیستم‌های ابری برای تحلیل این همه داده اشاره شده بود. دقیقاً. همین پیشرفت‌های تکنولوژیکی که داره راه رو باز میکنه. تکنیک‌هایی مثل طیف سنجی جرمی خیلی پیشرفته‌تر شدن و از اون طرف قدرت کامپیوترها و هوش مصنوعی برای تحلیل اون حجم وحشتناک داده خیلی کمک کرده. پس این تکنولوژی‌ها دارن اون دوربین‌های بهتر رو برای دیدن جزئیات اون شهر شلوغ به ما میدن. آفرین، دقیقاً. و همین پیشرفتاست که ما رو به سمت آینده‌ای میبره که بهش میگن پزشکی دقیق یا پزشکی شخصی شده. پزشکی شخصی شده. زیاد شنیدم این اصطلاح رو. بله، خیلی بحثش داغه. تصور کنید به جای اینکه برای یه بیماری خاص یه داروی ثابت به همه بدن، بیان برای شما بر اساس وضعیت پروتئین‌های منحصر به فرد بدن خودتون یه درمان طراحی کنن. یعنی درمان مختص خود من؟ بله، کاملا مختص شما. پروتئومیکس کلید رسیدن به این آینده است. یعنی داریم از تحقیقات پایه توی آزمایشگاه حرکت می‌کنیم به سمت کاربردهایی که مستقیما روی تخت بیمار و سلامت شما تأثیر میذاره. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی خیلی سریع بکنیم، پروتئومیکس یعنی شناختن پروتئین‌ها، همون کارگرای اصلی بدن.
با اینکه کار سختیه ولی تکنولوژی داره کمک میکنه از این شناخت برای پیدا کردن زودهنگام بیماری‌ها، فهمیدن بهترشون و حتی طراحی درمان‌های کاملا شخصی استفاده کنیم. دقیقاً. نکته کلیدی همینه. وقتی پروتئین ها رو بفهمیم، انگار داریم عملکرد بدن رو در پایه‌ای ترین سطح مولکولی درک می‌کنیم. این رشته واقعاً نویدبخش تحولات بزرگی توی پزشکیه. و شاید به عنوان یه فکر نهایی برای شمایی که دارید گوش میدید، یه لحظه فکر کنید چه اتفاقی میافتاد اگه میتونستید یه نقشه زنده و لحظه‌ای از تمام پروتئینای فعال توی بدنتون داشته باشید. ببینید وقتی ورزش میکنید، وقتی یه غذای خاص میخورید یا حتی وقتی استرس دارید، دقیقاً کدوم پروتئینا دارن کم و زیاد میشن یا تغییر میکنن. فکر میکنید این سطح از آگاهی چطور میتونست نگاه شما رو به سلامتیتون، به پیشگیری از بیماری‌ها تغییر بده؟ سوال خیلی خوبیه. این شاید الان کمی رویایی به نظر برسه، ولی مسیریه که علم پروتئومیکس داره به سرعت به سمتش میره.